اما در چنین دوران مشکلی که پیش آمد این بود که راویان قرآن، قاریان قرآن، زمانی که رسول الله قرآن را برای مردم قرائت میکرد بنا به اختلافات لهجه ها و برای اینکه به فهم مردم نزدیک بکنه قرآن را با قرائت های مختلف قرائت میکرد و این اختلافات قرائت برای اینکه هر یک از این قاریا به یک شهری، به یک جای رفته بودن، قماندان یک جبهه بود، والی یک منطقه بود، بزرگ یک شهر بود، این تفاوت قرائت تبدیل شد به یک جنجالی که خبر آوردن به خلیفه سوم که اگر مسئله تفاوت قرائت در جامعه حل نشود، او زمان مردم فکر میکنند که پیامبر چندین قرآن آورده و هر کدام از اینا با اختلافات متفاوت، با قرائت‌های متفاوت و برداشت‌های متفاوت. و اینه که دوباره خلیفه سوم باز هم زید بن ثابت را به شمول 12 نفر از دیگر صحابی را جمع کرد و گفت شما باید بیاین قرآن رو دوباره پس گرفت از حفصه همسر رسول الله و دختر خلیفه دوم، این کتاب را مطابق قرائت قریش، اون قرائتی که در مکه بود، چون پیامبر از قریش بود، از مکه بود، مطابق این قرائت از نو تنظیم بکنن، اما در سوره بندی ها و آیات دستکاری نکنن. 5 سال طول کشید تا قرآن به صورتی که امروز به دست ما هست تنظیم شد و بعد از این قرآنی که این هیئت 12 نفره رویش به توافق رسیدن 5 کپی تنظیم شد که 1 کپی در مدینه ماند و کپی های دیگر در شهرهای بزرگ مانند مکه، کوفه، بصره، دمشق، یمن و بحرین فرستاده شد. یعنی در هر شهر 1 دانه قرآن، اون هم در مرکز شهر، اون هم در مرکز ولایت، اون هم در مرکز قدرت فرستاده شد تا بتواند از مشکل قرائات مختلف جلوگیری بکنه. و بعد همین 5 جلد کتاب تا قرنها بعد بیشتر نشد و تبدیل شد به یک موزه که امروز این کتاب ها در شهرهای مختلف هنوز بر جا مانده است. 1 کپیش در تاشکند، امی الان 1 کپیش در استانبول، کپی دیگر در قاهره است. کار که اینا کردن در مرحله دوم، این کار من میگم بزرگترین کار بود و اگر این کار را اونا امروز نمی کردن، امروز ما در جامعه اسلامی با 10 قرآن روبرو می شدیم، با 10 قرائت، با 10 مشکل ما تجلیل می کنیم، تکریم می کنیم، تعظیم می کنیم کار این بزرگواران را. اما این که این کتاب آیا به درون جامعه را پیدا کرد، آیا به وجدان جمعی تبدیل شد، آیا کوفه متشکل از جوامع افراد و سلایق مختلف با روح و با وجدان و با پیام قرآن آشنایی پیدا کردن؟ نه. این در حوزه قرآن. پس بنابراین قرآن عملاً تبدیل شد به یک کتابی که جمع شد، به جای این که در میان مردم برود بیشتر به دارالاماره ها رفت و در همونجا هم ماند. و اما در حوزه سنت رسول الله، در حوزه سنت رسول الله کسانی که علم حدیث را بلدن میدانند که دوره حدیث 3 دوره است: دوره مصحف، دوره مسند و دوره مصنف. دوره مصحف و دوره که هر یک از صحابی از رسول الله چیز را یادداشت کرده بودند. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام در مسئله قضاوت، چون ایشان رو چندین بار رسول الله در یمن و جاهای دیگر برای قضاوت فرستاده بود، ایشان یک صحیفه داشت در خصوص قضاوت.
و برخی از یاران دیگر رسول الله و صحابی همینطور صحف داشتن. از دوران خلافت اولیه اسلامی تا قرن سوم بعد از اسلام هیچ کار اساسی روی سنت رسول الله صورت نگرفت. حدیث رسول الله جمع‌آوری نشد. روایت هایی که ما امروز میبینیم به خصوص بعد از جنگ هایی که بین علی و معاویه صورت گرفت، بین حسن و معاویه صورت گرفت، بین یزید و زبیر ابن عبدالله صورت گرفت، بین مختار و زبیر ابن عبدالله صورت گرفت، بین مروان و زبیر ابن عبدالله صورت گرفت. در تمام این دوره ها هر یک از جناحین احادیث جعلی را به نفع خود و به ضرر طرف دیگر درست کرد و اینقدر احادیث جعلی وارد احادیث اسلامی شد که وقتی در قرن سوم آمدن روی جمع‌آوری احادیث رسول الله نگاه کردن، دیدن باید هزاران حدیث جعلی را شناسایی کنند تا اینا را بتوانند از احادیث اصلی رسول الله جدا بکنند. این تأخیر در جمع‌آوری حدیث، این تأخیر در تنظیم سنت، این تأخیر در مدیریت و نظم سنت رسول الله که می توانست به عنوان مفسر و به عنوان مترجم قرآن باشد، تبدیل شد به جناح بندی های فکری، جناح بندی های کلامی، جناح بندی های فرقی که هنوز جامعه اسلامی با او سر در گریبان است. پس بنابراین این بحث به اندازه دردآوره، به اندازه آدم را رنج میده که اگر بیایید کار فرهنگی را، کار روی کرد ما با سنت رسول الله در حوزه دیانت را بررسی بکنید، در مقایسه با جهان گشایی آدم میماند که چه باید بگوید. پس حالا بیاییم نتیجه چی می شود. ما دوره خلافت اول را و دوم را به سلامت گذشتاندیم. چرا؟ برای اینکه قضیه هنوز نبود، برای اینه که هنوز اون نفوذ، اون تأثیری را که تبدیل و تغییر فرهنگ ها در جامعه می‌گذارد زمان میبرد، هنوز فردا صورت نمیگیرد. در دوران خلیفه سوم، یعنی تقریباً 20 سال 25 سال در 31 هجری به بعد، ما میبینیم تأثیرات این رویکرد را آنچنان در جامعه اسلامی شدت میگیره که جامعه اسلامی را با یک بحران روبرو میکنه، خلافت اسلامی را با یک بحران روبرو میکنه. تأثیراتی در چه حوزه میتوانیم بررسی بکنیم؟ در حوزه اول فربه شدن و اشرافی شدن خلافت اسلامی. ابوذر غفاری صحابی رسول الله و همینطور عبدالله ابن مسعود و عمار ابن یاسر وقتی که نفوذ اشرافی صحابی رسول الله، امرای اسلامی را در مدینه و در شهرهای مختلف دید، شما شنیدین ابوذر را خلیفه سوم تبعید کرد از مدینه و تنها و بی‌دفاع و بی صدا در ربضه مرد. چرا؟ برای اینکه ابوذر از میان کوچه استخوان شتر را آورد در حضور خلیفه، دید که ابن عوف در اونجا نشسته، عبدالرحمن ابن عوف، گفت تو این همه سرمایه را، این همه زر را، این همه مکنت را، این همه قدرت را از کجا کردی؟ با استخوان شتر بر فرق او کوبید و بعد خلیفه سوم تا به تحمل ابوذر صحابی خوشنام رسول الله را نیاورد و او را تبعید کرد به ربضه. عبدالله ابن مسعود اعتراض کرد، عمار یاسر اعتراض کرد. این در درون مدینه بود. اما در سال 31 هجری وضعیت به جای رسید که مردم از مصر، از کوفه، از بصره به صورت گروهی وارد مدینه شد
و امارت اسلامی را برای مدت 47 روز محاصره کرد. آب را بر روی خلیفه سوم قطع کرد، رفت و آمدها را قطع کرد. برای چی؟ حالا تکرار میکنم. یک، اولین اعتراض مردم این بود که خلیفه به جای این که امرایش را از میان مردم، از میان صحابی، از میان انسانهای لایق انتخاب بکنه، از جمع خودش، از مجموعه بنی امیه، از دم و دستگاه خودش انتخاب میکنه. و بعد این افرادیه که در جامعه فساد میکنه، به اصول اسلامی بند نیست، به اصول اخلاقی بند نیست، ارزش‌ها را علنا زیر پا میگذارن. من چند تای از اینها را لیست میکنم تا شما ببینید اون اسلامی را که محمد رسول الله در مدینه پایه گذاشت، اسلامی که بلال حبشی سیاه پوست سیاه چرده مؤذن و سخنگوی اوست، ابوذر غفاری صحابی خوشنام اوست، سلمان آواره ایرانی جزو اهل بیت اوست. این دین، این دیانت در مدت کمتر از 3 دهه به جایی میرسد آدمهایی که بیرقی در محراب شراب میخورد، آدمهایی که بیرقی خون مردم را، جان مردم را از مردم میگیرد. مثال میزنم. یکش ولید ابن عقبه، ایشان از بنی امیه است، برادر خوانده عثمان خلیفه سوم. ایشان را والی کوفه میکنه در حالی که 25 ساله است. ایشان نه صحابی بوده، نه آموزش دینی داشته. در دوران رسول الله ایشان یک نوزاده. حالا در یک جامعه اشرافی شاهنشاهی اسلامی ایشان میآید به عنوان خلیفه رسول الله حاکمیت اسلامی در کوفه می رود و بعد این آقا در مسجد وقتی می آید نماز بدهد می بیند نشست مسته. خبر را می رسانند در مدینه چشم می پوشد تا زمانی که صحابی رسول الله مانند علی بن ابی طالب و دیگران فشار می آورد که این باید حد بخورد. این آدم را می آورد در مدینه حد می زند. نفر دومش معاویه بن ابی سفیان. معاویه را متاسفانه همون رقم که گفتم احادیث رسول الله را به دروغ روایت کردن، به دروغ بر اساس جدول‌های سیاسی تنظیم کردن. همه معاویه را با کاتب وحی نوشتن. چگونه میتواند یک نفری که هیچگاه با رسول الله نباشد کاتب وحی باشد؟ چون رسول الله وقتی که مکه را فتح کرد، در فتح مکه معاویه 23 ساله بود و مسلمان شد، اما وقتی که رسول الله برگشت به مکه ایشان هیچ وقت به مدینه نرفت. و چگونه میتوانست کاتب وحی باشد؟ بگذاریم از این. معاویه بن ابو سفیان در زمان خلیفه اول در بخاطر جنگ شامات به عنوان خلیفه قماندان لشکر فرستاده شد. بعد در دوران خلیفه دوم ارتقا گرفت، چون برادرش عمویش زید بن ابو سفیان والی شامات بود، ایشان به معاونت ولایت رسید و بعد در دوران خلیفه سوم ایشان به ولایت شام رسید و تمام شامات مثل حوزه فلسطین و اردن تحت مدیریت ایشان. و بعد در اونجا این فرد که قرار حاکم یک جامعه باشد که اونها همه تازه مسلمان شدن، باید به مردم شام چی بیاموزن، چی یاد بدهند. و بعد فعالیت هایی که در اینجا صورت گرفت، اکثریت خدمه ایشان مثلا سرجون کاتب ایشانه، مسیحیه و از مردم شامات. نفر بعدی عبدالله ابن ابی سره. عبدالله ابن ابی سر برادر رضاعی
عثمانه، ایشان را والی مصر میکنه. یک حدیث زیبا در سنن ابو داود که یک از کتاب‌های معتبر اهل سنت و الجماعه، میگوید این آقا مسلمان شد و به دلیلی که سواد خواندن و نوشتن داشت پیامبر او را کاتب وحی کرد. اما در مدینه که آمد بعد از چند صباحی ایشان فرار کرد، برگشت به مکه و مرتد شد. و زمانی که این در سنن ابو داوده، و زمانی که رسول الله مکه را فتح کرد گفت همه در امانند جز 4 نفر، 4 مرد و 2 زن که از جمله ایشان عبدالله ابن ابی سرح یک از اوناست. گفت اینا را اگر در درون مکه دیدید بکشین، اگر در زیر پرده خانه خدا دیدید بکشین، اگر در هر جا دیدید امان ندید. ایشان پناه آورد به عثمان که یک از صحابی رسول الله بود و بعد زمانی که فضا آرام شد عثمان ایشان را آورد که بیعت بکند و عذرخواهی بکند. وقتی که آمد سنن ابو داود میگوید وقتی که عبدالله ابن ابی سرح آمد چندین بار اعلام بیعت کرد اما رسول الله دستش رو پیش نکرد و بالاخره بعد از چندین مرحله بیعت کرد و رسول الله به یارانش گفت من مکث کردم، گفتم شاید یک از شما در این مدت مکث من جانی رو بگیرید. حالا این آدم با این سابقه، با این وضعیت والی مصر می شود. مصری که قبطیه، مصری که با فرهنگ و اندیشه های فراعنه بزرگ شدن و حالا آمدن تحت کنترل جامعه اسلامی و به جای این که اینا را با دیانت اسلامی و فرهنگ اسلامی و با قرآن آشنا بکنن این گونه میشه. نفر بعدی عبدالله ابن عامر. عبدالله ابن عامر پسر مامای عثمانه و ایشان را فرمانده بصره میکنه. پس بنابراین چون اگر من بخوام اینا را لیست بکنم به درازا میکشه. میبینیم که وراثت سیاسی رسول الله تبدیل به وراثت خانوادگی می شود که بعد با یک اشرافیت خونی با پولهای باد آورده از ایران و روم باد کرده، برم کرده، فربه شده و اینک داره یک تجربه شاهنشاهی را تکرار می کنه. نتیجه این چی شد؟ نتیجه این شد که بر اثر روی کرد این امرا، روی کرد این فرماندهان، از بحث فرهنگیش بگذاریم، به اندازه به مردم فشار آوردن. اینا غنایم را اینا می گرفتن، اینا مسلمان کسانی را که به شهر اینا آمده بودن جزیه می گرفتن و بعد از اونها کاخهای بلند مرتبه ساختن. کاخ سبز یزید معاویه در شام مشهوره، دارالاماره کوفه مشهوره، بصره به همون صورت و مدینه هم با پولهای بالا آورده و با فاصله گرفتن از فرهنگ دینی روز به روز از دیانت اسلامی ها فاصله میگیره. حال نتیجه این چه شد؟ نتیجه این شد که در سال 31 هجری مردم بصره، مردم کوفه و مردم مصر همه آمدن به قصد حج و بعد به سمت مدینه. آمدن گفتن این خلافتی را که ما داریم میبینیم این یک شاهنشاهیه که نه عدالت را پیگیری میکنه و بعد فشاری را که بر گرده جامعه گذاشته قابل تحمل نیست. 2 هفته در مدینه پایتخت جامعه اسلامی اعتصاب بود، مردم مصر، مردم کوفه و مردم بصره و بعد اکثریت مخالفین هم که بودن یا خواهان این بود که عثمان کنارگیری بکند و علی ابن ابی طالب به جایش بشیند یا طلحه بشیند یا زبیر بشیند و بالاخره در نتیجه توافق مردم حاضر شدند که عثمان اصلاحات به وجود بیارد، والیان را تغییر بدهد، اصلاحات به وجود بیاورد
و اینا حاضر شدن برگردن. اما در مسیر برگشت مصری ها که میرفتن دیدن که همزمان با اونا در میان راه قاصد عثمان با اسب عثمان به تاخت به سمت مصر روانه. راهش رو گرفتن، تلاشی کردن، دیدن در درون تبرقی، در درون مشک عزی آب نیست، مشک خشکه اما مشکه. وقتی که دست درونش کردن دیدن یک نامه است. نامه رو که برداشت دید در درون نامه به والی مصر نوشته به مجردی که این آدم ها به مصر برسه سر اینها رو بزن، اینها رو یا از جامعه مطرود و تبعید کن. این مردم دوباره از میان راه برگشتن، آمدن دوباره فشار آوردن بر خلیفه سوم که با ما توافق کردی، قرار شد اصلاحات به وجود بیاری، قرار شد شرایط رو تغییر بدی، چه شد؟ خلیفه دوم گفت مهر منه اما من نزدم، اسب منه اما من نفرستادم، قاصد منه اما من نکردم. گفتم خب پس کی کرده؟ گفت مروان کرده.